شهر اشرف به کمپ لیبرتی شاهد انعکاس رسانه‌ای گسترده این واقعه بودیم که هنوزم اخبار مربوط به اون خب ادامه داره. میخوایم بریم سراغ آقای خبرپرور و انعکاس ایشون رو بشنویم. والا این خبر چون خیلی حاشیه داره ممکنه باعث بشه که ذهن به انحراف بره. اینکه دولت عراق قصد زندانسازی داره یا عدم وجود استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در کمپ لیبرتی به نظر من جزء حاشیه‌های این خبره که باعث شده این خبر اصلی رو تحت شعاع قرار بده. خب حالا خبر اصلی چیه؟ خبر اصلی در واقع کشف عوامل تهدید کننده حاکمیت عراق در جریان بازرسی از وسایل ساکنان بوده که من واقعا سوالم شده چرا خبرگزاری‌ها درست بهش نپرداختن؟ به غیر از چند رسانه معتبر مثل کیهان و رسالت و صدا و سیما جمهوری اسلامی، بقیه خبرگزاری‌ها از دم مسخره‌اش کردن. ببینید قربان، من وسایل و تهدیدات کشف شده در بین وسایل ساکنان رو آوردم اینجا تا در برابر دوربین به شما نشون بدم که چه خطر بزرگی حاکمیت عراق رو تهدید میکنه. اولیش اینه، بفرمایید، با همت مأموران حاکمیت عراق کشف و ضبط شده. این که جوراب طبیه که. جوراب طبی کجا بود؟ این ظاهرشه. این یه جوراب ضد گلوله است و جزء تجهیزات نظامی محسوب میشه. ولی ما آخر نفهمیدیم که این جوراب ضد گلوله به چه دردی میخوره و کیو نجات میده. ببینید شما وقتی جلیقه ضد گلوله میپوشید کارایش محدوده. طرف وقتی سلاح رو میگیره سمت شما 2 سانت بالاتر از جلیقه بگیره میخوره کجا؟ تو صورتت. یا اینکه نیم متر پایینتر بگیری میخوره کجا؟ تو پات. در صورتی که آقا جوراب ضد گلوله بپوشی و بدن منعطفی هم داشته باشی، پاتو هر طرف یعنی در جمعی جهات تکون بدی میشه یه سپر که مانع میشه گلوله به چه بخوره. مثلا اینطوری یا اینطوری. حالا از کجا معلوم که این جوراب واقعا ضد گلوله است؟ امتحانش مجانیه. البته مجانی هم نیست، خرجش یه گلوله است. به این صورت اجازه بدین بفرمایید. چی شد آقای خبرپرور؟ ظاهرا فکر کنم سوراخ شد. ولی دیگه متاسفانه سوراخ شد دیگه. ولی خب خدا رو شکر و الحمدلله تهدید حاکمیت عراق برطرف شد. آقا شما اصلا چیه؟ اینو ول کنید بابا جون. بیا من یه سلاح اصلی رو بهتون معرفی کنم. آها اینا بفرمایید. این همین توی بازرسی کشف شده بخوره. بابا این که صندلی پلاستیکیه. پنپم می‌خواستی موشک غاره‌پیمای اتمی باشه؟ شما ظاهرا از میزان آسیب‌پذیری حاکمیت عراق بی‌خبری. آقا شما اگه فیلمای جکی جان رو دیده باشی با هم یه صندلی ها 10-20 نفر رو لطه پار میکنه. نگاه کن. اینطوری ملاحظه کردی؟ تازه اگر این پایه‌هاش هم ببری هر کدوم به عنوان یه سلاح سرد محسوب میشه که میتونی با اون چیکار کنی؟ بزنی تو ملاجه طرف مقابل از دور خارج شد. با مصادره این صندلی حاکمیت عراق از خطر سقوط نجات پیدا کرد. گذشته از اینها اگه بهش برق وصل بشه میشه صندلی الکتریکی. نگاه کنید، نگاه کن. آن آف آن. خب کل سلاح‌ها و تهدیدات حاکمیت عراق همین بود دیگه. نه خیر، صبر داشته باشید، عجله نکنید، اصل کاری مونده. اجازه بدید من اینو بزنم تو. ببینید شما اگه به تهدید جوراب و صندلی مشکوک باشی در رابطه با این یکی دیگه نمیتونی حرفی بزنی. این یه سلاح سرده که بسیار خطرناکه. البته خودشون گفتن این کارد میوه خوریه، اما من اینجا با خودم میوه آوردم تا چکش کنم که شکست که آقای خبرپرور. خسته نباشی. خب معلومه دیگه جیبش کال بود، صفر بود دیگه بابا جون. حاکمیت عراق نبود که به این راحتی سوراخ بشه عزیز من. معلومه که شما به حاکمیت عراق عنایت ندارید.